سلام دوستان، وقتتون بخیر. اومدیم با آموزش لباسشویی ها دیگه بریم سر وقت لباسشویی نکن. این قسمت بعد هر محل لباس شستن این قسمت حتما با یه دستمال نخی تمیز کنی، آباشو برداری نکنی. الان یه دونه سوزن اونجا قرار داره که باعث پاره شدن لاستیک میشه. خب هر موقع احساس کردین که این قسمت آب جمع شده، یه روزنه ریزی داره اونجا اون قسمت ته که باعث موندن آب میشه و بعد یک هفته چند وقت باعث کپک زدن و سیاه شدن میشه. خب و این قسمت رو با یه سیمی، با یه پلاستیک نازکی که این روزنه رو باز کنه که به لاستیک اطراف هم آسیب نرسونه. خب با آسیب نرسونه و این روزنه باز بشه، این آبی که اینجا هست به داخل دیگ و از طریق دیگ تخلیه بشه که هم بو نگیره داخل لباسشویی و هم کپک نزنه. حواستون هم باشه وقتی که میخواین لباس داخل لباسشویی